روزها وضع انتظام نقلیاتی در راه‌ها کاسته گردیده. باعث صادرشوی صدمه‌های نقلیاتی با عاقبت‌های وزین گشته شده است که وضع به عمل آمده راهبریت شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت را به تشویش آورده است. مثلا سنه 24 فوریه سال 2021 تخمیناً ساعت‌های 23 دقیقه راننده واسطه نقلیات تمغه مرسدس بنز رقم قید دولتیش 7757 کک 02 بکتاشف عمر مرادجانویچ استقامت کننده محلی 12 شهر خوجند هنگام حرکت در کیلومتر 269 شهرهای دوشنبه خوجند چنوب از سبب نااندیشیدن چاره‌های احتیاطی از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به سمت مقابل حرکت راه برآمده و واسطه نقلیات تمغه اوپل وکترا رقم قید دولتی TG 6881 SO 02 تحت اداره راننده عبدالغنیف عبدالرؤوف عبدالقدوسویچ استقامت کننده ناحیه اسپیتامین برخورده است. در نتیجه راننده بکتاش عمر جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. مسافران واسطه نقلیات تمغه مرسدس بنز رقم قید دولتی TG 7757 کک 02 بکتاش نظیره علیونا و رحیموف مشرب علیویچ استقامت کنندگان دهه لانگری ناحیه اسپیتامین جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته و بیمارخانه مرکزی ناحیه اسپیتامین بستری گردیدند. یا خود سانه 6 مارس سال 2021 تخمیناً ساعت‌های 13:30 دقیقه راننده واسطه نقلیات تمغه رنج روور سپورت رقم قید دولتی TG 0200 اخد 01 میرزویف محسن شریفویچ سال تولدش 1994 استقامت کننده کوچه سومونی ناحیه رودکی هنگام حرکت در کیلومتر 269 شهرهای دوشنبه خوجند چنوب در حدود دهه الجبای ناحیه اسپیتامین از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به واسطه نقلیات تمغه دیو دماس رقم قید دولتی 1653 TT 02 تحت اداره راننده رحیموف امیدجان عبدالغنیویچ استقامت کننده ناحیه اسپیتامین که در یک سمت حرکت میکرد برخورده است. در نتیجه مسافر واسطه نقلیات تمغه دیو دماس قلداش و مهیات صدالله‌ایونا استقامت کننده ناحیه اسپیتامین جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. راننده واسطه نقلیات مذکور رحیموف امیدجان و مسافر او نور محمد و اویشا جراحت‌های جسمانی برداشته به بیمارخانه مرکزی ناحیه اسپیتامین بستری گردیدند. از این خاطر راهبریت شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی از کل رانندگان واسطه‌های نقلیات خواهش و طلب می‌نماید که از مثال‌های در بالا آورده شده خلاصه ضروری برآورده هنگام نشستن سر چنبرک واسطه نقلیات به‌نهایت با دقت و احتیاطکار بوده سرعت حرکت را از معیار مقرر شده زیاد نکنند زیرا رعایت حتمی قاعده‌های حرکت در راه گرو سلامتی و بی‌خطری هر یک شهروند است.